خب میرسیم سراغ کفشای تاناکورا. جنسای تاناکورا چه جنسایی هستن؟ تاناکورا یه کلمه ژاپنیه که به جنسای دست دوم یا به قول معروف همون سکند هند انگلیسی میگن و جنسای حالا گریدهای مختلف داره. گرید A, B, C, D که گرید دی خیلی دیگه داغون و کهنه و دیگه اصلا قابل استفاده نیست، ولی گرید A خیلی نزدیک به استوکه که استوک همون حالا تو پسته قبلی واسه تو توضیح هم استوک چی هستش. گرید A خیلی جنسای نو هستش. از لحاظ قیمتی خیلی پاشا 1/10 قیمت اصلیه. شما برنده خیلی معروف مثل تیمبرلند، نایکی، آدیداس که باید با هزینه‌های هنگفتی خریداری بکنید میتونید جنس تاناکورا یا سکند هند یا دست دوم بخرید تا بتونید با هزینه کم برندهای خیلی باحال خفن رو پاتون بکنید. حالا میرسیم به اخراجات. من اخراجات رو میذارم به عهده خودتون. اگر تونستید توی کامنت واسه من اخراجات رو تعریف بکنید، من 60% تخفیف به هر کفشی که بخواین یا هر لباسی که بخواین 60% تخفیف تقدیمتون میکنم. پس منتظر کامنتاتون هستم که اخراجات رو تعریف کنید.